شور و هیجان ورزش بار دیگر جوانان را در زیر یک سقف گرد هم آورده است. نخستین دوره تورنمنت فوتسال فروشگاه کامپیوتر سلیمان با برگزاری مراسم در مجتمع ورزشی اتک انرژی در منطقه پلسرخ کابل آغاز شد. در این رقابت‌ها صدها جوان از تیم‌های مختلف حضور یافتند تا در یک فضای دوستانه و رقابتی توانایی‌های ورزشی خود را به نمایش بگذارند. برگزار کنندگان این مسابقات می‌گویند هدف از راه اندازی این تورنمنت حمایت از ورزشکاران جوان، ترویج فرهنگ ورزش و فراهم سازی فرصت‌های بیشتر رقابت سالم میان نسل‌های جوان کشور میباشد. امروز اینجا جادوی توپ و زمین فوتسال آغاز می شود. پدیده‌ای که در آن ساخت‌های خستگی ناپذیر فرمان ذهن‌های خلاق را سر می‌نهد. فروشگاه کامپیوتر سلیمان به عنوان مجموعه‌ای پیشگام در ارائه فناوری های مدرن با درک عمیق از رسالت اجتماعی پیش و حمایت از استعدادهای شگرف جوانان وطن گام در این مسیر ارزشمند گذارده است. ما بر این باوریم همانگونه که در دنیای تکنولوژی سرعت پردازش دقت محاسبات رمز برتری است، در زمین فوتسال نیز همین اصالت سرعت، هوشمندی و دقت عامل تمایز و پیروزی ستارگان خواهد بود. اشتراک کنندگان نیز برگزاری چنین برنامه‌های ورزشی را در رشد ورزش و فوتسال و ایجاد همبستگی میان جوانان مؤثر دانسته و خواهان افزایش حمایت‌ها از برنامه‌های ورزشی مشابه هستند. زبان رفتاری تندرستی ورزش است. یعنی شما به محضی که تحرک داشته باشید، به محضی که مثلا فعالیت فیزیکی داشته باشید، به محضی که ورزش کنید، به این معنی است که شما تندرست هستید. وقتی که شما تندرستی داشتید، بدون شک این تندرستی چند تا عامل دیگر را با خود میاره. شما نه تنها که از نگاه بدنی و از نگاه اعضا و جوارح تندرست هستید، نکته بسیار ارزشمند دیگری است که شما از نگاه روح، روان، ذهن آرامش دارید. هدف تورنمنت رشد جوانان و رشد فوتسال است. طبیعی است اگر ما می‌بینیم که فوتسال امروز به این سطح رشد کرده، مسئولین فدراسیون و همین مسئولین جمع ما که برنامه‌های منظم و دوره‌های تورنمنت منظم فوتسال می‌گیرند، طبیعی است که آهسته آهسته فوتسال ما به سطح جهان و جزو 20 تیم برتر دنیا که فعلا ما هستیم همش برنامه‌ریزی شده. این مسابقات قرار است طی چند هفته آینده ادامه یابد و تیم‌های اشتراک کننده در دیدارهای مختلف برای رایابی به مراحل نهایی و کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت کنند. مسئولان برگزاری این برنامه ابراز امیدواری می‌کنند که این تورنمنت بتواند زمینه شناسایی استعدادهای نوظهور فوتسال را فراهم ساخته و نقش مؤثری در توسعه ورزش کشور داشته باشد. اکنون نگاه بسیاری از علاقه‌مندان ورزش به این رقابت‌ها دوخته شده است، رقابت‌هایی که علاوه بر جنبه ورزشی فرصتی برای گردهمایی و تمایل جوانان نیز به شمار می‌رود.